الدرس الثاني عشر، درس 12 مراجعه. برگشت به مراجعه درس های گذشته. التدريب الأول، تمرين أول. طبيب، دكتور، عصفور، گنجشک، خضروات. بگوین چی رو میگه؟ سبزیجات میگه. بله. جوازات، جواز چی رو میگفت؟ پاسپورت. جوازات، پاسپورت ها. وراء، ما شما در جهت ها. وراء چی بود؟ عقب، پشت سر. قطار دوم. طبق، طبق چی رو میگفت؟ قاب یا پتنوس. قفص چی رو میگفت؟ قفص هم میگفت دیگه. خضروات ترکاری بابا میگفت. زرافه، یادتان است زرافه ورا، باز هم پشت سر یا عقب. طیار چی رو میگفت؟ پیلوت. مصباح، چراغ، مصباح یا کروب. بطانیه، کمپل. الميلاد، تولد. امام، پیشروی. مطار چی رو میگفت؟ مطار، میدان هوایی یا فرودگاه. عصفور، گنجشک، آفرین. صابون، صابون. ثعبان، مار. قط، پشک. طبیب، دکتر. اصبع، انگشت. حصان، آفرین. چی رو میگفت؟ حصان، اسبا میگفت نه؟ جوازات، پاسپورتا و کل، سگ. التدريب الثاني. حالا ما شما اینجا در این تمرین دوم میبینیم نقاب، ذره، فارغ، غراب. در مقابلش کلمات هست. برای نقاب پیشوش فارغ، غراب، نقاب، ذره. نقاب با نقاب چی کرده؟ اون خط کشیده. دیک، طیور، پرنده ها. دیک، خروس. ضباط، ضابط ها. بقره، گاو. تمساح، تمساح. الكلمات روبروی ازو. ضباط، دیک، طیور، تمساح، بقره. التدريب الثالث، تمرین سومی. اجمالات شما ببینین که کدام جملهش درست است. الفاكهة فوق المائده. فاکهه میوه است، فوق بالای. همیشه میوه بالای چی میباشه؟ مائده، دسترخوان. پس جمله درست است. الفاكهة فوق المنضده. میوه بالای میز است. این جمله درست است. الفاكهة فوق المائده، این هم درست است. الفاكهة على الشجره. میوه بالای درخت است. این جملات درست است. الشجره فی الحدیقه. درخت در کجا هست؟ در باغ است. درست است نه؟ در باغ می باشه. پس فرق بین فوق و فی را باید بفهمین. فوق بالای، فی در. الشجره فی الحدیقه، درخت در باغ است. الحصان فی الحدیقه، اسب در باغ هست. الطبیب یفحص المریض. طبیب، دکتر. یفحص چی میکنه؟ معاینه میکنه. المریض، مریض را. دکتر مریض چی میکنه؟ معاینه میکنه. الشجره فی الحدیقه، یعنی شما استعمال کلمات جملات چه قسم میسازین باید ساخته بتونین دیگه. التدریب الرابع، شکل درست تلفظ کلمات. مثلا ما و شما میگیم ثوم، ثا. ببینید چه قسم. ثا، ذل. اینی را شکل تلفظ درست شه یاد بگیریم. ثوم، ثوم، ثوم. ثا یعنی ثياب. ثوم چی رو میگفتن؟ بدری سیر میگیم. ثياب، ثياب لباس ها. ذیل، دم. ذراع، ذراع. ببینید شکل تلفظ درسته. ذال، ذال، ثا و ذا. ارسش از یک مخرج تلفظ میشن. ثا، ذال، ذا. نوک زبان. ذیل، ذراع. نقود، نقود، نقود. يدخل، أسرة، فامیل. يقرأ، میخوانه. حالا شما مقابل از کلمات سعی کنین که
به خاطر از اینکه در این زبان ها بسیاری وقتا تلفظ حرفا را غلط میکنن. از این خاطر باید ما شما در عربی حرفا را درست در کلمات تلفظ بکنیم. ثوم، سفر، سفر. در سفر از اون که زبان تلفظ نمیشه، سین از دیگه. ثا، ثوم، سین، سفر. ثا، ثیاب، سین، سکین، کارد یا چاقو. ذیل، ذیل دوم است، اما ظهر، ظهر. فرق بین ذال و ظا در چی هست که ذا نرم ادا میشه، مرقق گفته میشه، و ظا مفخم یا پر. ذیل دوم، ظهر، ظهر. ذراع، ذراع، ذل، ذراع. اما ذبا، ذراع بازو میگه ذبا، ذبه، 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 ذا. میبینید ذا ذوی است. ذبا. پس ذبا، ذبیون آبی سفید میگن و ذبا جمعش است. نقود، نقد پول میگن، نقود پول ها. این دال باید مثل باد تلفظ نکنین و باد باید درست تلفظ بکنین. نقود، نقود. اما داد از بغل زبان با دندانهای بغل دهان. مریض، مریض، ضاد، ضاد، ضاد. مریض. دال، دال از اون که من یدخلو، یدخلو. اما وقتی که داد میباز بگیم یضحکو، یدخلو داخل میشه، یضحکو، یضحکو. اسره، اسره، سین، اسره خانواده، فامیل. عصفور، صاد، صاد پر ادا میشه. عصفور، صاد، صاد. عصفور، قاف. یقرأ، یقطع، یقطع. پس این تلفظ از این کلمات باید درست شود. التدریب الخامس، تمرین پنجمی. رجل، مرد. رجل، پا. ببینید در زبان عربی بعضی اوقات با یک فتحه و کسره یا زبر و زیر معنا تغییر میکنه. اگه میگیم رجل، مرد. اگه میگیم رجل، پا. رخصه، رخصه. ببینید را فتحه، را کسره و را ضمه، زبر زیر و پیش. را، ر، رو. رجل، رجل، رخصه. ف، فو. فم، فیل، فستان. فم دهان، فیل، فیل و فستان پیراهن خانم ها. کبیر، کاف زر که، کاف زبر که، کاف که زیر داشته باشه کسره. کی، کاف پیش کو، که، کی، کو. کبیر، کبرید، کمثرا. کبیر بزرگ میگه، کبرید گوگرد و کمثرا ناک. التدریب السادس، در تمرین ششمی شما طبعا اعضای بدن خوانده بودین. عین، چشم. پایینش بینید چی میگفتن در عربی؟ انف. آفرین. دهان چی میگن؟ فم. آفرین. موی چی میگن؟ شعر. گردن چی میگفتن؟ رقبه. تختی سینه را چی میگن؟ صدر، صدر. قلب چی میگن؟ قلب. بازو را چی میگفتن؟ ذراع. بعد از اون دست چی میگن؟ ید. و بند دست چی میگن؟ رسخ. ریز، سین، غین. انگشت چی میگفتن؟ انگشت اصبع، اصبع. و جمع انگشت ها چی است؟ اصابع. و کف دست چی میگفتن؟ کف. و کل پایه رجل میگن، اما این قسمتی که خطا است برش چی میگن؟ قدم. اینا کلمه هذا و هذه. ببین در وجودتون چیزی که یک تاست بر از او هذا استعمال میشه و اگر دو تاست باز هذه استعمال میشه. ما چند چشم داریم؟ دو چشم داریم. پس باید بگیم که برای چشم چی استعمال میکنیم؟ هذه. هذه عین، هذا شعر. فهمیدین یعنی؟ هذا شعر. اینا کلمات دیگر شما این قسم بر تمام اعضای بدنتون اشاره میکنین. یک تا بینی داریم چی میگیم؟ هذا انف، ای بینی هست. هذا فم، ای دهان است. و کوشش کنین که بگین هذا عین، هذا فم. عرب ها به حرکت توقف نمیکنن وقتی که
توقف کردی باید اون ساکن بدی. غلط است بگیم هذه عین، باید بگیم هذه عین. هذا انف بینی است، هذا فم دهان است، هذا شعر، هذا شعر غلط است، هذا شعر. هذه رقبه، چون داخل رقبه گرده است هذه استعمال میگیم. هذه رقبه. یک تخته سینه داره میگیم هذا صدر. یک تا قلب داریم چه میگیم؟ هذا قلب. دو تا دست داریم هذه میگیم هذه ید. هذا اصبع، این انگشت است. دو پای داریم هذه رجل. متوجه شدید؟ هذا قدم. یعنی قسم جملات شما استعمال بکنید. التدریب السابع، تمرین هفتمی چی است؟ مثلا یأکل الرجل، حالا یک نفر چی میخوره؟ یک مرد چی میخوره؟ دوا میخوره، سیب میخوره یا آب نوشیده میشن. پس ما میگیم یأکل الرجل التفاح. این شخص چی میخوره؟ میوه میخوره. چرا مریض خو نیست که دوا بخوره. یأکل الرجل التفاح. شخص سیب میخوره. خب یشرب الابن، پسر چی می نوشه؟ پس اینجا یشرب الابن، آیا جبن میخوره؟ پنیر خو نوشیده نمیشه. بازلا ای هم نوشیده نمیشه. لبن چی نوشیده میشه؟ پس میگیم یشرب الابن اللبن. این پسر شیر می نوشه. یصعد الرجل علی، بالا میشه. این شخص بالای چی بالا میشه؟ سلم، زینه سفر. در سفر خودم بالا نمیشه، بالای پاسپورت هم کس بالا نمیشه. پس یصعد الرجل علی السلم، این شخص بالا میشه بالای زینه. یقرأ الضابط، پلیس کنترل ویزا و پاسپورت چی رو میخونه؟ میلاد میخونه؟ نه خیر. جواز میخونه، پاسپورت یا طبیب جواز. یقرأ الضابط الجواز، این جواب درست شد. التدریب الثامن، خب اینا جملات باید شما شاگردا بسازین. چه قسم باید بسازین؟ مثلا اینجا قفس هست، اسد هست و فی هست. پس اینال چی در قفس هست؟ شیر در قفس هست. پس ما شما میگیم الاسد فی القفس. این جمله درست میشه. چه قسم جمله جور بکنیم؟ هذه لوحة المواعید، این جدول یا این لایحه تقسیم اوقات است. الفیل امام الحارس، کدام شد؟ میگیم الفیل امام الحارس. فیل پیشروی نگهبان است. الضابط یفحص الجواز، درست چی قسم است که الضابط یفحص الجواز. این جمله هم درست است. اگر بگوییم که یفحص الضابط الجواز، این هم درست است. یعنی اردو شکلش درست است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.